به نام خدا. تکنیک و هنر تولید کیک اسفنجی، قسمت اول. صنعت شیرینی‌پزی مدرن هنر ترکیب علم و اشتیاق است، جایی که علم دقیق و خلاقیت بیپایان به هم میرسند تا محصولی خلق شود که نه تنها شکمها را سیر می کند بلکه قلبها را نیز لمس می نماید. در این میان کیک اسفنجی و لایه‌ای به عنوان نمادی از ظرافت و فناوری جایگاه ویژه‌ای دارد. تولید این کیک در مقیاس صنعتی چالشی است که تنها با ترکیب دانش فنی، نوآوری، مواد اولیه مرغوب و عشق به جزئیات قابل حل است. ما شما را به سفری الهام بخش در دنیای تولید کیک اسفنجی صنعتی میبریم تا نشان دهیم چگونه هر لایه‌ای از این شیرینی روایتی از همکاری علم و اشتیاق است. کیک اسفنجی صنعتی بر پایه 3 اصل علمی استوار است: ایجاد ساختار اسفنجی، حفظ رطوبت و تعادل طعم. در ترکیب خمیر کیک اسفنجی نقش مواد به شرح زیر است که در فازهای مختلف کنار هم قرار می‌گیرند و میکس می‌شوند. شکر، نقش طعم دهنده و شیرین کننده و همچنین ایجاد بافت یک نواخت و رنگ پختگی ناشی از کارامل شدن را دارد. همچنین در کنترل رطوبت و آب آزاد نقش بسزایی ایفا می‌نماید. تخم مرغ که نقش ایجاد بافت و طعم و غنی کردن ارزش غذایی به خصوص پروتئین و کمک به حفظ رطوبت در بافت به دلیل ساختار پروتئینی آن دارد. آب، نقش تولید خمیر و رطوبت لازم جهت پراکنش یک نواخت مواد و رطوبت محصول نهایی را دارد. قندهای مایع شامل شربت اینورت، گلوکوز و فرکتوز نقش یک مایع جهت خمیرگیری و همچنین حفظ رطوبت در محصول نهایی و کنترل واتر اکتیویته و ایجاد بافت و رنگ پختگی به دلیل کارامل شدن را دارند و همچنین اثر شیرین کنندگی خواهند داشت. پودرهای لبنی نظیر آب پنیر یا شیر خشک ایجاد طعم لبنی به محصولات به دلیل عدم امکان استفاده از شیر تازه به خاطر مشکلات تهیه و ذخیره سازی و فسادپذیری بسیار سریع آن و همینطور کمک به حفظ رطوبت، کاهش واتر اکتیویته و همچنین طعم و رنگ پختگی به دلیل وجود پروتئین‌ها و پدیده میلارد ایجاد می‌نماید. طعم دهنده ها، وانیل پایه اصلی طعم کیک میباشد، چرا که بهترین و ماندگارترین و قوی‌ترین رایحه را در کیک به جا گذاشته که به خوبی میتواند طعم و بوی نامطلوب مثل بوی تخم مرغ را بپوشاند و طعم و عطر دلپذیر به جا گذارد، به خصوص که در مقابل حرارت به شدت مقاوم است و قدرت خود را از دست نخواهد داد. اسانس ها نیز با تنوع بی‌نظیر خود میتوانند به ایجاد یک طعم جدید در کیک اسفنجی کمک نمایند و با آنها میتوان هزاران عطر و طعم جدید ایجاد نمود. ولی به دلیل اینکه اغلب آنها مقاوم به حرارت نیستند، در خمیر استفاده نمیشوند و اغلب در کرم محصول استفاده میشوند. حجم دهنده ها، بهترین حجم دهنده در کیک اسفنجی بیکینگ پودر می باشد که ما در شرکت بهبودگستر سانیا تحت برند الیاس سانیا بیکینگ پودرهای تخصصی تولید نموده ایم که بهترین حجم دهی را در طول پخت در فرهای تونلی ایجاد می نماید و این امر علاوه بر کاهش میزان مصرف به دلیل عدم فعالیت اصلی در خمیر قبل از فرگذاری باعث افزایش حجم عالی در مراحل پخت شده و بافتی سفید و یک دست برایتان به ارمغان می آورد. علاوه بر آن مصرف اسیدها جهت کنترل پی‌اچ را کاهش خواهد داد. امولسیفایرها، بهترین و تخصصی ترین امولسیفایر مورد استفاده در کیک اسفنجی ژل کیک ها می باشند که ما با تولید ژل کیک سوپرنیو در شرکت بهبودگستر سانیا و تحت برند الیاس سانیا سطح جدیدی از کیفیت را در این حوزه عرضه کرده ایم که می تواند با دوزهای 1 الی 1.2% باعث کاهش دانسیته خمیر به زیر 6 دهم شود که این خود گواه بر عملکرد بی‌نظیر این ژل کیک می باشد. علاوه بر کاهش دانسیته خمیر که حاصل کاهش کشش سطحی و حبس حباب‌های هوا در خمیر می باشد، باعث پراکنده شدن یک نواخت روغن در خمیر شده و با اتصال هر مولکول آب و روغن به یکدیگر و قرار گرفتن در مرکز رشته‌های نشاسته باعث تأخیر بیاتی پس از تولید می شود و در این پیوندها قندها را نیز مشارکت خواهند داد که در حفظ نگهداری آب کمک شایانی خواهند نمود.
قوام دهنده ها: سمهای نظیر گوارگام و زانتانگام علاوه بر ایجاد قوام به خمیر باعث جذب آب بیشتر و نگهداشت آن و همچنین خاصیت الاستیک بیشتر به کیک لایه‌ای شده که آن را در مقابل تنش‌های ایجاد شده در خطوط صنعتی حفظ خواهند کرد. نمک‌ها: نمک طعام در کاهش بیاتی و بهبود کیفیت شبکه گلوتنی آرد و همینطور تشدید طعم و ایجاد تعادل در شیرینی کیک نقش دارد و همچنین در کنترل رطوبت و واتر اکتیویته نیز مؤثر میباشد. روغن‌ها: در کیک اسفنجی مقدار کمی از روغن مایع استفاده می شود و آن هم تنها به جهت ایجاد امولسیون و نرمی و لطافت نسبی در خمیر استفاده شده و به کاهش مصرف آب کمک می نماید و به عنوان یک لیکوید در تهیه خمیر مؤثر است. آرد به عنوان مهمترین ماده در تهیه خمیر یک کیک اسفنجی است و بایستی دارای یک سری مشخصات درست باشد. یک آرد خوب جهت تولید کیک اسفنجی شامل میزان گلوتن مرطوب 25 الی 28% و کیفیت یا ایندکس گلوتن بیش از 70 یا 80% می باشد که این مورد دوم به مراتب نقش مهمتری از گلوتن مرطوب دارد. همچنین میزان نشاسته آسیب دیده آرد که باعث جذب آب بیشتر و اختلال در فرآیند پخت و حجم‌گیری می‌شوند نبایستی فراموش شود. کنترل کننده های آب آزاد یا واتر اکتیویته: هیومکتانت های غذایی کار کنترل آب آزاد در محصول نهایی را بر عهده دارند که ما در بهبودگستر سانیا تحت برند الیاس سانیا محصولی با کد ES 900 تولید نموده ایم که حداکثر اثربخشی را در این بین دارد، به طوری که تنها با 6% از این محصول میتوان به رطوبت‌های بسیار بالای نظیر 22% و آب آزاد زیر 74% دست یافت و این مهم میتواند نقش بزرگی در زمان ماندگاری و کاهش بیاتی محصول نهایی داشته باشد، به گونه‌ای که بتوان به راحتی زمان بیش از 6 ماه را برای کیک در یک بسته‌بندی مطلوب تصور نمود. ضد کپک و مخمر: بهترین ضد کپک و مخمر موجود در بازار ایران برای کیک هایی که دارای pH پایین‌تر از 6.5 هستند سوربات پتاسیم میباشد که البته برای اثر بخشی آن بایستی میزان pH کنترل گردد و از عدد 6.5 بالاتر نرود، چرا که از میزان اثر بخشی این ماده به شدت کاسته خواهد شد و در این میان عده‌ای از پروپیونات کلسیم نیز استفاده می‌کنند که برای pH های بالاتر ساخته شده و البته اثر بخشی آن طیف کمتری از گونه‌های کپک و مخمر را شامل می‌شود.